سلام. خیلی وقتا تو پروژه های طراحی سایت با وردپرسی که داریم انجام میدیم نیازه یه هدر اختصاصی طراحی کنیم. درسته قالب هایی مثل وودمارت هدرهای آماده دارن و میتونیم ازشون استفاده کنیم، اما گاهی وقتا یه هدرهایی میخوایم طراحی کنیم که تو اونا نیست. حالا تو این آموزش میخوام بهتون یاد بدم چطور با المنتور و وردپرس یه هدر اختصاصی برای خودتون طراحی کنید، مثل همین هدری که میخوام الان طراحی کنیم. خب بریم سراغ آموزش. اگه سایت هایی مثل دیجی استایل رو دیده باشید، اینا هدرهای اختصاصی دارن. لوگو اینجاست، ورود رو این طرف گذاشتم و جستجوی محصولات رو سمت چپ. دیجیکالا هم یه هدر اختصاصی خودش رو داره و این رو طراحی کرده. حالا ممکنه شما یه هدر ساده مثل اینا رو بخواید طراحی کنید یا یه هدرهایی که المان‌های زیادی داره. برای این کار ما به دو تا افزونه المنتور و المنتور پرو نیاز داریم که میتونید اینها رو تهیه کنید و یه فهرست تستیه، چیز خاصی نداره، فقط خواستم که یه فهرستی داشته باشم. طراحی کردم فروشگاه و شگفت انگیز و مد روز و برندها. خب برای ساخت هدر اختصاصی وارد بخش پیشخوان وردپرس میشیم. از قسمت قالب ها پوسته ساز رو میزنیم. صفحه اصلی سایت منم همینطور که میبینید هدری نداره. من میخوام یه هدر رو اینجا طراحی کنم. خب من از قبل یه هدری رو طراحی کرده بودم، با این کار ندارم. افزودن جدید رو میزنیم، میگه چه بخشی رو میخوای طراحی کنی. من میگم سربرج، همون هدره. منتظر میشیم تا قالبمون بالا بیاد. المنتور. حالا تو این بخش بلوچ ها اینو نمیاره، چون دارم تو لوکال طراحی میکنم. قالب های آماده ای رو خود المنتور بهتون پیشنهاد میده که اگه وارد المنتور بشیم میتونید از اونها استفاده کنید. حالا من با اونا کاری ندارم. تو این بخش ما باید هدرمون رو طراحی کنیم. اضافه رو میزنم، این رو میزنیم. خب دستم خورد اشتباهی شد. این رو چه میکنیم؟ من میخوام خب میگم طراحی از بالا، چینش از بالا به پایین باشه. هدری چه میخوام طراحی کنم؟ دو تا ستون داره. حالا بذارین عکسش رو براتون بیارم. ایناش. میخوام این هدر رو طراحی کنم. دو تا سطر داره. سطر اولمون سه تا ستون داره، لوگو و جستجو و دکمه ورود و سبد خرید. سطر پایین هم یه منو قرار داره. خب حالا برمیگردیم اینجا. من یه بخشی رو اضافه کردم، میخوام دو تا ردیف بهش اضافه کنم. بیایم از این بخش کانتینر رو میزنیم. کانتینر یه ذره اسمش سخته. دو تا از این یه کپی میگیرم، تکثیر. دو تا سطر شد. حالا سطر اولمون اگه عکس رو ببینید سه تا ستون داره. حالا میتونید همشون رو توی ردیف اضافه کنید. من میخوام سه تا ستون اضافه کنم تا راحت تر اینا رو مدیریت کنم. به اضافه رو میزنم. اول اینو انتخاب میکنیم، میگیم چینشمون از افقی باشه، یعنی کنار هم قرار بگیرن این کانتینرها رو که داریم اضافه میکنیم. یه 6 رو اضافه میکنم، حالتش رو میذارم تمام عرض و 30%. ازش سه تا تکثیر میکنم، کنار هم قرار میگیرم. حالا بعدا میتونیم اندازه اینا رو تغییر بدیم. برای لوگو فکر کنم اگه 20 باشه کافیه. پلاس رو میزنیم. یه لوگوی سایت داره. لوگوی سایت رو میندازیم اینجا. اگه لوگوتون رو تغییر ندارید، از این تغییر لوگوی سایت رو میزنید، دکمه تغییر لوگوی سایت رو میزنید، وارد بخش لوگوی سایتتون میشه و از اینجا میتونید عکسی که نیاز دارید رو آپلود کنید. بعد از اینکه کارتون تموم شد روی این ضرب در میزنید تا برگرده به ویرایشگر وردپرسمون. حالا من چرا لوگو رو انتخاب کردم؟ میتونستیم تصویرم اضافه کنیم. اگه لوگو رو اضافه کنید تو همین وقتی
از طریق لوگوی سایت عکس لوگو رو تغییر میدید تو همه بخش‌های سایتتون اعمال میشه. دیگه لازم نیست تک صفحات رو بیایید دوباره لوگو رو قرار بدید. بهتره که همین لوگوی سایت باشه. اگه روش کلیک کنید میتونید از این بخش ارز، حداکثر ارز، ارتفاع و همه المان ها رو تغییر بدید. فعلا من با اینا کاری ندارم، بهتره یکم ارزش رو بذاریم روی 80%. این خوبه. خب میخوام اینجا جستجو رو قرار بدم. اینو میذارم مثلا 40 باشه. پلاس رو میزنیم. جستجو. اینو میچشیم میندازیم اینجا. خب یه دکمه داره که تو طراحی ما دکمه نیست. من این دکمه رو از این بخش تو بخش ارسال اگه اینتر چی رو بزنید دکمه میره. از اینجا میخوام یه آیکون اضافه کنم. کتابخانه آیکون رو میزنیم، سرچ، دکمه‌ای که دوست دارید رو انتخاب کنید. من همین رو انتخاب میکنم، میزنیم درج. آها این دکمه اینو اشتباهی آپلود کردم. بذارید اینو برگردونم حالت اولش. حالا با این کاری ندارم، همین رو انتخاب کنیم. این بالا ورودی و این آیکون رو باید تغییر بدیم. این آیکون برای حذفه. زمانی که اینجا یه متنی می نویسیم وقتی میخوایم حذفش کنیم این آیکون میاد. این مال اون بود، اشتباهی عوضش کردم. میایم بالا از بخش آیکون کتابخانه آیکون رو میزنیم، سرچ رو. خب ببینید چه آیکونمون به اینجا اضافه شد. حالا اینجا میتونیم متنش رو عوض کنیم. بنویسیم جستجو میان هزاران برند و صدها هزار کالا. جستجو میان صدها برند و هزاران کالا. خب این هم از جستجومون. بریم سراغ بعدی. حالا این پس زمینش هم خاکستریه. میایم از بخش استایل رنجش رو میذاریم یه ذره کم رنج باشه. پس زمینش رو میگیم پس زمینه. این هم از پس زمینمون. رنج متن هم میتونید عوض کنید اگه دوست داشتید، پر رنج کنید، کم رنج کنید، هر جور که. حتی میشه رنج این آیکون رو هم تغییر داد. من رنجش رو کم رنج کنم، این خوبه. بعد این کادر جستجوی ما اگه زوم کنم میبینید که انحنایی هم اینجا داره. من میام از بخش شعاع کادر یه انحنایی هم بهش میدم، 15 پیکسل به نظرم خوبه. حالا این رنج آیکونمون قاطی کرد، این خوبه. خب دیگه چیزی نداره، همین. این از جستجومون. حالا میتونید ارتفاع و همه اینا رو هم تغییر بدید. ارتفاعش رو از بخش ببینید gap between text and icon، میتونید فاصله بین این آیکون و متن رو هم از اینجا کم و زیاد کنید. اگه دکمه هم بود میتونستید از این پایین رو هم کمتر کنید. آیکون رو هم میشه از اینجا سایزش رو تغییر داد، 20 پیکسل. خب اینم از این. بریم سراغ بخش سوممون، دکمه و سبد خرید. پلاس رو میزنم، میام پایین، دکمه رو میندازم اینجا، متنش ورود و ثبت نامه.
حالا این دکمه لینک میخواد. ما چون افزونه ووکامرس یا افزونه هایی که صفحه کاربری میسازن رو نصب نکردیم، اینجا لینک بهش نمیدیم. اگه ووکامرس رو نصب کرده باشید میتونید لینک صفحه ورود و ثبت نام رو بهش بدید تا وقتی کاربر روش کلیک کرد وارد اون صفحه بشه. خب از بخش استایل من میام رنجش رو، حالا یه حالت گرادینت داره، من فعلا یه رنج ثابت سبز پررنج بهش میدم. این رنج نظرم خوبه. همین. بعد یه حاشیه هم انحنایی هم داره، از اینجا انحناش رو میذارم روی 15 تا با همین آیکون سرچمون با جعبه سرچمون یکی باشه. من میام اینجا یه دونه هم آیکون اضافه میکنم. حالا اینم چون ما ووکامرس رو نصب نکردیم سبد خرید نمیاره، فعلا میخوام یه آیکون رو اضافه کنم تا چینش این هدرمون تموم بشه. اینم چون زیر هم افتاده اینو میزنم، میرم تنظیماتش، میگم کنار هم بچین. حالا این دوتا رو با هم جابجا کنیم. خب اینجا من میام از کتابخانه آیکونم سبد خرید رو پیدا میکنم. حالا آیکون سبد خرید بذار ببینم شاپ رو بزنم، ایناش کارت درز میکنم. میام از اینجا رنجش رو، چه رنجی؟ این مشی، رنج مشی رو انتخاب میکنم، یه ذره کم رنجش کنیم. بعد اندازش رو 30 پیکسل به نظرم خوبه. از اینجا میتونید ترازبندی چپ باشه راست باشه، هر کدوم خواستید تغییر بدید. حالا بخش بالای هدرمون تکمیل شد. این رو اندازش رو من از 30 در بیارم، اینم بذارم 20 باشه. حالا یه مسئله، اینا توی ردیف نیستن، آیکون رفته بالا، ورود ثبت نام پایینه. برای اینکه این چینش اینا رو وسط کنیم من اول میرم تو تنظیمات سمت چپ، بعد این رو انتخاب میکنم. میبینید که همشون اومدن توی یک ردیف. اینم حالا چون یه المانه اینو نمیشه انتخاب کرد، اینم میایم پایین. خب حالا میریم کانتینر بالایی، کانتینری که این ستا رو توش قرار دادیم، اینجا میزنیم تراز موارد رو وسطیم بشه. میبینید که همشون توی یک ردیف قرار گرفتن. حالا اگه خواستید اینا رو، من این آیکون این رو هم 10 تا بیشتر میکنم تا اینا برن سمت چپ. این از هدر بالامون. حالا اگه خواستید میتونید فونت اینا رو هم تغییر بدید. من جستجو رو میزنم، میریم بخش استایل، تایپوگرافی و فونتی که دوست دارید رو میتونید از این بخش. من وزیر متن رو انتخاب میکنم، تو فونت های گوگل هست، از فارسی هم پشتیبانی میکنه، خیلی هم خوبه. میریم فونت دکمه، اینم وزیر متن میکنم. خب تمام. بخش پایینم قراره یه منو اضافه کنیم. فهرست رو ببینم، ایناش وردپرس منیو انگلیسی نوشته، اینو میکشیم میندازیم اینجا. میگه کدوم منو نمایش داده بشه. ما قبلا یه فهرست اصلی رو اینجا ساختیم و مواردش رو گذاشتیم، از اینجا انتخاب میکنید. طرح بندی میتونه افقی و عمودی باشه، من میزنم افقی، کنار هم قرار بگیرن، وسطیم باشه، چپچیم باشه، راستیم باشه. حالا میذاریم وسط باشه. از بخش استایل میتونید فونتش رو تغییر بدید. وزیر متن رو انتخاب میکنم، میتونید بگید نیمه ضخیم باشه، اندازش رو از اینجا تغییر بدید. بعد میتونید این سبز حالت سبزی که داره رو از بخش هاور از این بخش تغییر بدید. اینا
یه ذره سبز پررنگ باشه. میبینید خب تمام. حالا میخوام یه سایه هم به این سکشنمون بدیم. این بالایی سکشن اصلی رو انتخاب میکنیم، میریم استایل، تو بخش حاشیه سایه متن رو انتخاب میکنیم. این رو من میزنم حالت نزدیک به سفید باشه و از اینجا هم با بالا پایین کردن اینا میتونید اون سایه چه دوست دارید رو بهش برسید. تمام، هدر ما ساخته شد. الان تو سایت، صفحه اصلی سایت هم هیچ هدری نیست. میام اینجا انتشار رو میزنم. وقتی داریم انتشار رو میزنیم یه شرطی بذار. چه شرطی؟ این هدره کجا نمایش داده بشه. من میگم تو همه صفحات سایت هم این هدر رو نشون بده. این تایر سایت رو اگه بزنید تو همه صفحات سایت نشون میده. اما اگه خواستید توی صفحه خاصی نشون بدید تچی رو میزنید. از اینجا مثلا من میگم تو برجه ها و حالا برجه ای نداره، من میرم تو برجه ها، همه برجه ها رو میزنم، یه برجه جدید اضافه میکنیم، صفحه اصلی. حالا این هم میزنم هوم پیج، اینو انتشار میزنیم، نمایش برجه رو میزنم. این یه صفحه ساختم، میخوام اون هدری که طراحی کردم رو تو این صفحه نمایش بدم. انتشار میگیم تو برجه ها بجرد دنبال صفحه اصلی، فقط تو این صفحه این هدر من رو نشون بده. save and close داره ذخیره میکنه. اگه اینجا من رفرش کنم میبینید که هدرم تو این صفحه اضافه شده، اما تو بقیه صفحات نیست. میبینید تو این صفحه نیست. حالا اگه خواستید تغییرش بدید این فلش پایین رو میزنید، دیسپلی کاندیشن رو میزنید، میگم تو همه صفحات سایت هم نشون بده save and close. اگه اینجا هم رفرش کنم میبینید که اون هدری که ساختم اضافه شده. به همین راحتی. حالا شما میتونید از این بخش هر المانی که دوست دارید رو اضافه کنید. ورود اضافه کنید، فرم اضافه کنید، اسلاید اضافه کنید، دکمه فیسبوک، دکمه های اشتراک گذاری، بعد جستجو که گذاشتیم، هر چیزی که ببینید، هر چیزی که اینجا هست رو میشه تو هدر قرار داد. شماره تلفن میتونید اینجا قرار بدید، مثلا تو دیجیکال لوکیشن گذاشته اینجا، بعد فهرستش، لوگوشه، اینم همون داره. هر المانی که هست اگه قالبی مثل وودمارت هم نصب کرده باشید ممکن المان های بیشتر اینجا داشته باشه. میتونید هر کدوم از اونها رو که دوست داشتید تو هدرتون قرار بدید. میتونه هدرتون بزرگتر از این هم بشه. حالا میمونه بخش ریسپانسیو کردن این هدر که توی ویدیوی جداگانه بهتون آموزش میدم. تو ویدیوهای بعدی فوتر رو بقیه بخش‌های سایت هم یاد میگیریم که چطور میشه اونها رو طراحی کرد.